چیکو دیگه 6 سال تموم شد که دارمش، وارد 7 سالگی شد. چرا سگ رو رفتی خریدی؟ چرا یه مثلا اداپت نکردی؟ قطعا این کارو میکنم، قطعا این پیشنهادو میدم، ولی واقعا اصلا تجربه‌ای نداشتم. الان خب تجربه‌ام با 7 سال پیش خیلی فرق کرده. سلام هانی عزیزم، مرسی از اینکه وقتی در اختیار مجله کابوک گذاشتی. ممنون میشم که خودت معرفی کنی و بگی که چند وقت اصلا پیج چیکو رو داری و چیکو از چند وقتی که با شما داره زندگی میکنه. سلام عزیزم، ممنون از دعوت شما که من چیکو رو برای مجله کابوک دعوت کردیم. من چیکو دیگه 6 سال تموم شد که دارمش، وارد 7 سالگی شد و اینکه دقیقاً از 3 ماهگی که حالا معمولاً پامه رو میفروشن یا واگذار میکنن، من چیکو رو از آقای فرزادی گرفتم و از هم موقع پیش خودمه. وارد 7 سال شد که پیج چیکو رو دارم. 3 سال اول تا 3 سال پیش پیجش پرایوت بود و حالا فعالیت آنچنانی توش نداشتم، ولی خب به پیشنهاد آقای فرزادی پیج رو باز کردم، پابلیک شد و اینکه دیگه فعالیتم توش خیلی بیشتر و گسترده تر شد. خیلی هم عالی. خیلی هم پیج چیکو رو دوست داریم، من که خودم به شخصه دنبال میکنم. یه مسئله اصلا چی شد که به این فکر کردی که نیاز دادی که یه سگ کنار زندگی بکنه، یه سگ رو داشته باشی، یا چرا اصلا گربه نه، چرا سگ گرفتی؟ خب حالا اینکه انتخاب گربه و سگ که خب خیلی حالا به نظرم سلیقه‌ایه. من جفتشون رو دوست دارم، ولی خب به نظر من گربه یه شخصیت مستقلی داره، یه ذره حالا سخت‌تر اون احساس و عاطفه‌ش رو به صاحبش انتقال میده. سگ از این لحاظا خب تفاوت زیادی با گربه داره. من چند سال بود که دوست داشتم که سگ مثلا نژاد پامر رو خب خیلی دوست داشتم بیارم و ازش نگهداری کنم، باهاش زندگی کنم. حالا به خاطر مشغله کاری چند سالی طول کشید. حالا به هر حال یه دفعه یکی از دوستان خیلی خوبم پیش گفتم که من میخوام نرگس واقعا بگیرم. گفت مطمئنی هانی؟ و اینا گفتم که آره، که حالا زنگ زدیم با آقای فرزادی. زیادم حالا من توی فضای مجازی دنبال حالا پیجایی که حالا سگ دارن یا حالا واگذارین و اینا واقعا نبودم. معرفی شدن دیگه، چیکو رو گرفتم از 3 ماهگی و دیگه تا الانم که می‌بینین پیش خودم دیگه. خیلی عالی. میدونم که این سوالو شاید خیلی ازت پرسیده باشن، چرا سگ رو رفتی خریدی؟ چرا یه مثلا اداپت نکردی؟ البته گفتی که نژاد پامرانیان رو دوست داشتی، ولی تا حالا به اداپت کردن سگ فکر کرده بودی یا اینکه تا حالا به کسی پیشنهاد کردی که اداپت کنه؟ الان قطعا این کار رو میکنم، قطعا این پیشنهاد رو میدم، ولی خب اون موقع من واقعا اصلا تجربه‌ای نداشتم. من تو نگهداری سگ نه حالا نژادا رو خیلی میشناختم، حالا پامرانیانم به خاطر حالا اون قیافه بامزه‌ای که داشت من میشناختم و حالا پیگیر شدم تا گرفتم. و واقعا اون موقع میگم توی فضای مجازی هم نه پیجای واگذاری و حمایتی و اینا رو اصلا نه دنبال میکردم، نه داشتم، نه اطلاع زیاد و کافی راجبش داشتم. شاید واقعا اگر داشتم منم این کار رو میکردم. ولی خب حالا به مرور زمان به خاطر حالا پیج چیکو با پیجای مختلف آشنا شدم. اینکه حالا خب خیلی‌ها الان واگذار میکنن یا خیلی‌ها مثلا حمایتی سگا رو به سرپرستی میگیرن. الان خب تجربه‌ام با 7 سال پیش خیلی فرق کرده. اون موقع واقعا اصلا اطلاعی راجع به این مسائل اطلاع زیادی نداشتم. من اینکه میگم خب علاقه خاصی به نژاد پامر داشتم و چیکار قسمت من عزیزم. قطعا که فکر کنم بهترین انتخابت هم بوده تو زندگی. واقعا